یه ویدیوی دیروز توی فضای مجازی از آقای رئیس جمهور منتشر شده، با هم این ویدیو رو میبینیم. همتون میدونید امسال 3% نسبت به دوره‌های مختلف بارون باریده در کل ایران. 3%. خب پشت سد آب نی، چاهامون هم که داره خالی میشه. خب من و شما باید فکر کنیم، نه اینکه همدیگه رو محکوم کنیم. نه من بارون میفرستم، نه چاه مال منه، چاهی که مال همه ماست. بارونی که خدا میفرسته ما باید اینو متناسب مصرف کنیم. تموم شد رفت. این که یه عده میرن تو تلویزیون میشنن میگن اینو عرضه ندارن فلان کارو بکنن، خود اونی که ادعا داره عرضه داره بیاد تمام اختیار میدن بره درستش کنه. اختیار میدن بره درستش کنه. آخه معلومه پشت سر چقدر آب وجود داره، معلومه زیر پای ما چقدر آب وجود داره. این که دعوا نداره. جناب آقای رئیس جمهور، 6 آگوست بنده رسما اعلام کردم که میتونم این بحران آب در کشور رو خاتمه بدم و میتونم به وفور آب تولید بکنم برای کشور. نوعش هم مشخصه، یعنی در واقع کار منه، تخصص منه و توی این زمینه واقعا بالغ بر 20 سال زحمت کشیدم. تخصص من توی بارش بارانه، یعنی بارش باران رو میتونم ایجاد بکنم. کلیپ هایی که توی این زمینه ساختم رو من فکر میکنم تا به امروز همه دیدن به جز 2 نفر. یکیش خواجه حافظ شیرازی بوده که طفلک از زیر قبر در واقع امکانات اینو نداشته که اینترنتش جواب بده، موبایلی داشته باشه، اینستاگرامی داشته باشه، فیلمای بنده رو ببینه. یکیش هم احتمالاً خود شما بودین که احتمالاً سرتون خیلی با مسائل کشور گرم بوده و فرصت نکردین توی فضای مجازی این کلیپ رو مشاهده بکنید. حالا اگرم خواستین توی کانال بنده هست اینجا، حالا نه تنها توی کانال بنده، توی یوتیوب هست، توی آپارات هست، توی ویمیو هست، توی جای مختلف، اینستاگرام هست، همه جا میتونید شما این کلیپ رو کلیپ های مختلفی هستش که میتونید مشاهده بکنید و ببینید که از روی هوا صحبت نمی کنیم. حالا این ببینید از 6 آگوست تا الان یک چیزی حدود 4 ماه داره میگذره دیگه. نوامبر هم داره الان تموم میشه، تقریبا 4 ماه. توی این 4 ماه به هر سازمانی که بگی، به هر وزارتخانه‌ای که بگی، به هر نمیدونم شورای عالی امنیت ملی، به هر کسی که بگین، ما هم نامه‌نگاری کردیم، هم نماینده فرستادیم، گفتیم که آقا ما این مشکل رو میتونیم حلش بکنیم. فکر میکنید ما جواب گرفتیم؟ نه، هیچ جوابی تا حالا نیومده، هیچ جوابی رسما نیومده و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. همین وزارت نیرو قبلا اومده قرارداد بسته، از طریق آب منطقه قرارداد بسته، حتی زیر قراردادش هم زده و الان بدهکار هم به ما هم هست. ولی اینا بعد از این جریانات اومدن اصلا کار ما رو براش مجوز تعیین کردن. گفتن آقا هر کسی بخواد از این به بعد کاری بخواد بکنه باید بره مجوز بگیره از این وزارت نیرو. خب حالا توی همین کانال بنده رو شما نگاه بکنید ببینید چقدر از مردم هستن که میگن آقا بیا اینجا قاچاقی کار بکن. شما میخوایم ما قاچاقی کار بکنیم برای کل کشور آب درست بکنیم، آب تولید بکنیم؟ ببینید این کار خیلی ساده است. احتیاجی هم به این نیستش که تمام اختیارات رو به کسی بخوایم بدیم. به بنده اگر اختیارات بدین ممکنه یه مقداری افراطی عمل بکنم، تمام این مسئولین رو بردارم از دم همه رو استیضاح بکنم، همه رو محاکمه بکنم، ممکنه افراطیگری بکنم. ولی خود شما میتونی یه خط بنویسی، یه خط پاراف بکنی به همون وزارت نیرو، به همون وزیر نیروی خودتون پاراف بکنید که آقا با این آقای پروین قرارداد ببندید، باش کار بکنید دیگه. چه ایرادی داره؟ نمیتونی؟ نمیشه. اگر میخوای من خودم این جمله بندیش هم براتون بنویسم. این خیلی خیلی ساده است. این وزیر نیرو تا الان جواب نداده. زیر دست اون یک سازمانی تشکیل شده به اسم سازمان بهره برداری آبهای نوین جوی کشور و فلان اینا. این سازمان الان قرار مجوز بده. این سازمان هم که اصلا میگه آقا اصلا تغییر و جابجایی سامانه اصلا امکان پذیر نیست و عملم نمیکنن. این که امکان این باشه که یک سامانه ابری را جابجا کرد، هنوز بر اساس چیزی که خود WMO میگه انرژی اونقدر زیادی
نیاز داره که اون انرژی رو هنوز بشر در اختیار نداره و این نمیتونه درست باشه. وقتی هم صحبت میکنیم میگن آقا کار آقای پروین جواب نمیده. خب مگه نمیگین جواب نمیده؟ ما اصلا متر مکعبی با شما حساب میکنیم. هر تعداد متر مکعب، هر مقدار متر مکعب آب که نیاز دارید به بنده بگید، بنده فراهم میکنم، متر مکعبی با شما حساب میکنم. خوبه اینجوری؟ بفرمایید، بسم الله، ما اینجا هستیم. تماس بگیرید، جواب میدیم. روزتون خوش.